عیسی به شاگردانش گفت: بنابراین به شما میگویم که غم زندگیتان را نخورید که چی میخورید و غم بدن خود را نخورید که چی میپوشید. آخر زندگی فقط از خوراک و بدن فقط از پوشاک عبارت نیست. به زاغ‌ها نگاه کنید. آنها نه کشت و کار میکنند، نه حاصل جمع میکنند، نه انبار دارند و نه کهدان، ولی خدا آنها را میخوراند و ارزش شما نسبت به پرنده ها چند مراتب بلندتر است. کدام از شما با غم خوردن عمر خود را اقلاً 1 ساعت درازتر کرده میتواند؟ پس اگر شما چنین یک کاری ناچیز را کرده نتوانید، چرا غم چیزهای دیگر را میخورید؟ به نشأ و نمای گلهای سوسن نگاه کنید. آنها نه مهنت میکنند و نه رشته میریزند، لیکن به شما میگویم که حتی شاه سلیمان با تمام حشمت و باییگریش مثل یکی از آنها لباس زیبای نپوشیده است. پس اگر خدا علفی را که امروز در صحرا هست و پگاه به تنور پرتافته می شود چنین پوشاند، شما را نیز ای سست ایمان ها چند مراتب بهتر از آن پوشانده می تواند. غم نخورید و از پی آن نشوید که چی می خورید و چی می نوشید، چون که خلقهای دیگر از پی همه این چیزها می باشند، ولی پدر شما می داند که شما به این چیزها احتیاج دارید. برعکس پادشاهی او را بجویید و او این چیزها را نیز به شما می دهد. ای شما که رمه خرد خدا هستید، نترسید، زیرا خواست پدرتان چنین است که پادشاهی را به شما دهد. آنچه را که دارید فروشید و به کمبغلان تقسیم کنید. باییگری را به دست آرید که هیچ وقت کم نمی شود. ثروت بی پایان در آسمان جمع کنید که دست دزد به آنجا نمی رسد و آن را کیرم نمی زند. زیرا هر جایی که باییگری دارید، فکر و خیال شما نیز در آنجا خواهد بود. هر یکی شما میان خود را بندید و چراغ‌هایتان را روشن نگاه دارید. به مانند خدمتگاران باشد که انتظار از توی برگشتن خوجینانشان هستند، تا که وقت برگشت در را کوفتن خوجینشان آن را زود بر رویش کشایند. خوشبختند خدمتگارانی که خوجینشان آنها را هنگام برگشتن بیدار می‌یابد. به راستی به شما میگویم که خود خوجین میانش را بسته آنها را به سر دسترخوان میشیناند و به آنها خدمت میکند. خوشبختند آنهایی که خوجینشان خواه نیمی شب خواه نزدیک صبح برگشته آنها را بیدار می‌یابد. بدانید که اگر صاحب خانه وقت و ساعت آمدن دزد را داند، نمیگذارد که دزد به خانه اش درآید. شما نیز باید برای آمدن پسر آدمیزاد همیشه تیار باشید، چون که وی ساعت می آید که منتظرش نیستید. پتروس گفت: خواجه، این مثل را تنها برای ما گفتی یا برای همه؟ خداوند عیسی جواب داد: خدمتگار با وفا و خردمند کیست؟ کسی است که خوجینش او را در خواجگی خود نظارتچی تعیین می کند و به خدمتگاران سری وقت تقسیم کردن خوراک را به عهده‌اش می گذارد. خوشا خدمتگاری که خوجینش آمده وی را مشغول همین کار می یابد. براستی به شما می گویم که خوجینش وی را بر تمام مال و ملکش نظارتچی تعیین می نماید. ولی اگر آن نظارتچی فکر کند که خوجینش دیر می آید
و دیگر خدمتگاران و کنیزان را لطوکوب کند و به خوردن و نوشیدن و مستیگری مشغول شود. خوجین نظارتچی در روزی که وی منتظر نیست و در ساعتی که گمان ندارد می آید. او این نظارتچی را دو پاره کرده به قسمت بیوفایان گرفتار می کند. خدمتگاری که خواهش خوجینش را می داند ولی آن را اجرا نمی کند و اجرا کردنی هم نیست، سخت لطوکوب کرده می شود. اما خدمتگاری که خواست خوجینش را ندانسته کاری بده می کند جزای سبکتری می بیند. به هر کسی که زیاد داده شده است از او نیز زیاد پرسیده می شود و به هر کسی که چیزی بسیار باوری کرده شده است از وی نیز بسیارتر طلب کرده می شود. من آمدم که در روی زمین آتش درگیرانم و سخت می خواهم که آن زودتر فروزان گردد. من باید با عذاب مرگاور تعمید بگیرم و تا به عمل آمدن این کار سخت غمگین هستم. فکر نکنید که من برای به زمین صلح آوردن آمدم، برعکس برای جدایی انداختن آمدم. بعد از این اگر در خانه 5 نفر باشند از هم جدا خواهند شد. 3 نفر به 2 نفر و 2 نفر به 3 نفر زید می برایند. پدر بر ضد پسر و پسر بر ضد پدر، مادر بر ضد دختر و دختر بر ضد مادر، خوشدامن بر ضد کلین و کلین بر ضد خوشدامن می براید. همچنین عیسی به مردم گفت: وقتی می بینید که از غرب ابر پیدا می شود در حال می گویید باران می بارد و چنین می شود. و هنگامی که باد جنوبی می وزد می گویید هوا گرم می شود و همین طور هم می شود. ای درویه ها، شما علامت های زمین و آسمان را دیده باد و هوا را فهمیده می توانید و چرا زمانی فرا رسیده را معین کرده نمی توانید؟ برای چی خودی شما فکر کرده به خلاصه نمی آید که چی باید کنید؟ آخر وقتی که با دعواگر به پیش قاضی می روید باید همه طرفه کوشش کنید که در راه با دعواگر آشتی شوید تا که او شما را به نزد قاضی نبرد و قاضی شما را به دست زندانبان نسپارد و زندانبان شما را به زندان ناندازد. براستی می گویم که تا تنگه از همه آخرینتان را ندهید از حبس نمی براید.